فلا و ربک، قسم است به پروردگارت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، لا یؤمنون، این مردم مؤمن گفته نمیشن، ایمان ناوردن، نمیارن. تا چه وقت؟ حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا وقتی که در اختلافات خود، چی اختلافات اعتقادی باشه، در عبادات اختلاف داشته باشن، در مسائل اجتماعی، در مسائل اخلاقی، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، مالی، عسکری، نظامی، دعوتی، 12 قسم نظام که است. الله میگه تا وقتی اینا ایمان نمی آورند که وقتی در این مسائل اختلاف کردن، تو را حکم قرار ندن، تو را داور قرار ندن. ما اختلاف داریم، اختلاف خدا چه قسم حل کنیم؟ بین رجوع میکنیم به کتاب الله و سنت رسول الله. اگر کس ایره قبول نکرد، الله متعال میگه قسم از به ذات ذوالجلال مکی مسلمان نیست، مؤمن نیست مؤمن. خب یک نفر آمد فیصله را قبول کرد، الله میگه هنوز مؤمن نیست. 3 شرط است، خود شرط اولیش است. خیلی شرط دومی چی است؟ یا الله میگه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، باز دلتنگ نباشه از فیصله الله و رسول. بعضی کساس میگه فیصله را قبول کردم، خب مجبور بودم، دلم نبود دیگه. الله میگه مسلمان نیستی که وقت فیصله الله را قبول نکردی. ثم لا یجدوا فی انفسهم، باز نیافند در دلهای خود حرج، دلتنگی، مما قضیت، از آن چیزی که تو فیصله کردی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. با بسیار قلب راحت بگه والا ما قبول دارم، هیچ دلم تنگ نیست، دلم بسیار خوش است. خوب امی کارم کرد، فیصله رم قبول کرد، دلتنگی هم نبود، مسلمان است، مؤمن است. الله میگه نه، یک شرط دیگه هم داره، و یسلموا 100% آمنا و سلمنا. از این خاطر وقتی که آیت قرآن خوانده میشه و حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده میشه، در اینجا دیگه و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. باز اختیار دیگه نیست دیگه، میگه آمنا و سلمنا، تسلیم شدید.